امروز اومدیم با یه ویدیوی خفن. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. اصلا نمیشه ندید این ویدیو رو. ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. حسین هی هات. خیلی خوب بود. میشه بهش 6 داد. توی این ویدیو نمره ها میتونه تغییر کنه. مثلا من به این 6 دادم، شاید بقیه بهتر باشه بهش بدم 9 یا 10. حالا بریم بعدی رو ببینیم. باحال میخنده. خدایی قشنگ بود. 8. خوبه دیگه. وقتی خوبه بعد نمره زیاد بهش بدیم. عینکمو یادم رفت. این شکلیه. این لباساش خیلی قشنگه، باحاله، ولی کارش زیاد جالب نبود دیگه. یک کمر رو حالا چالشش همینجوری کمر اینجوری میکنن، ولی این دیگه خیلی ساده بود. بهش 5 میدم. ما اینجا به خاطر لباس به کسی نمره نمیدیم. این هم مثل قبلیه، ولی باز قبلیه بهتره. من میتونم به این 6 بدم. اگه نه این چجب. آره کمرش معلوم نیست این چرا. فکر نمی‌کنم. ببین من گفتم به خاطر لباس نمیدیم، ولی الان به خاطر یه چیزی من بهش نمره 7. خب اینم زیاد جالب نبود. یکی 2.5 بهش بدیم 5. تو ویدیو تموم شد. اگر این ویدیو خوشت اومد لایک ساب یادتون نه